سرخط مهمترین خبرها: زنازنی میان فوتبالبازان دو تیم در ولایت سوغد، ترکش در مغازه مرکزی کودکانه مسکو و سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برایتان شاد باش میگویم. آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 آگوست سال 2025 است. 3 کودک بی‌پرستار تاجیک را از شهر سنت پترزبورگ روسیه به تاجیکستان فرستادند. در این باره کنسولگری گنرالی تاجیکستان در سنت پترزبورگ خبر داده است. نمایندگان کنسولگری به آوردن جزئیات بیشتر تنها گفتند این 3 کودک در روسیه بی‌پرستار مانده بودند و بر اساس یک سازشنامه میان کشورها اتحادیه دولت‌های مستقل به تاجیکستان فرستاده شدند. فعلا معلوم نیست که این کودکان چگونه در روسیه از پرستار محروم شدند. در عکسی که کنسولگری نشر کرده است دیده می شود که یکی از کودکان تقریبا 3 ساله و 2 نفر دیگر کمتر از 1 سال سن دارند. هفته گذشته 3 کودک بی‌پرستار تاجیک را از شهر مسکو به تاجیکستان فرستاده بودند. بازیگران دو تیم فوتبال در ولایت سوغد در وقت بازی با هم زنازنی کردند. مناقشه 23 آگوست میان بازیگران دسته‌های اسفره و تاج رخ داده است. دو تیم در دایره مسابقه لیگ دوم فوتبال تاجیکستان در شهر اسفره ولایت سوغد بازی کردند. نوار زنازنی فوتبال بازان به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و انتقاد زیادی کاربران را به میان آورد. در نوار بر علا دیده می شود که فوتبال بازی دسته اسفره با سر به قفس سینه بازیگری تاج می زند و بعدا دیگر بازیگران به جنجال همراه می شوند. معلوم نیست که مناقشه میان بازیگران بر سر چی سر زده است. بعد این زنازنی داوران به 3 فوتبال بازی دسته اسفره و 3 بازیگر تیم تاج کارت سرخ داده آنها را از میدان پیش کردند. بازی با حساب 0-6 به فایده دسته تاج به انجام رسید. تیم تاج به اکادمی فوتبال همنامش تعلق دارد. نمایندگان فدراسیون فوتبال در ولایت سوغد گفتند که کمیته ترتیب و انتظام این رفتار فوتبال بازان را سنجیده به آن بهای قانونی می‌دهد. در گذشته فوتبال بازان را برای مناقشه یا رفتاری بد در میدان جریمه و از چند بازی محروم کرده بودند. در پی ترکش بالون گاز در مغازه مرکزی بچگانه شهر مسکو 1 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر مجروح شدند. در این باره آژانسی مسکو خبر داده است. حادثه 24 آگوست رخ داده است. به گزارش تلگرام کانال مش، ترکش در آشیانه سیوم و در نزدیکی قهوه‌خانه شکلات نیتسا رخ داده است. خدمات آتش نشانی روسیه گفته است که یگان علامت قصداً آتش زدن این جای را نیافتند. نمایندگان مغازه مرکزی کودکان گفتند که ترکش در مغازه یک از اجاره نشینان رخ داده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفت که مقامات تفتیشات قضیه را تحقیق دارند. به گفته سابیانین طبق معلومات پیشکی سبب ترکش کارناشایان شدن تجهیزات است. بریتانیای کبیر برای کمک به روسیه کپیتال بانک قرقیزستان و مدیر آن را بر روی خط سیاه وارد کرده است. مقامات بریتانیا گفتند که روسیه برای خرید محصولات حربی این بانک قرقیزستان را استفاده برده است. نمایندگان کپیتال بانک گفتند که آنها در دور زدن تحریم ها به روسیه کمک نکردند و فعالیتشان در اساس قانونگذاری جمهوری قرقیزستان به راه مانده شده است. بریتانیا همچنین بازار اسعار رقمی گرینکس قرقیزستان را هم به دلیل کمک به روسیه تحریم کرد. امریکا هم پیشتر این بازار اسعار رقمی یا کریپتوالوت قرقیزستان را بر روی خط سیاه وارد کرده بود. مجله بریتانیایی فاینانشال تایمز هنوز آخر ماه ایون امسال نوشته بود که به واسطه بازار اسعار رقمی گرینکس عملیات ها با مبلغ 9 میلیارد دلار انجام شدند. چند شرکت های خصوصی قرقیزستان از جمله تنگر آین، اولد وکر، آلتای هولدینگ و اس ا بر روی خط سیاه بریتانیا هم وارد کرده شدند. در تاجیکستان برای میزاجان فالبین و جادوگرها جزا تعیین می‌کنند. پیشتر علیه خود فالبین ها نیز جریمه و زندان پیش بینی شده بود. مقامات تاجیکستان 1 سال است که معرکه مبارزه با فالبین و جادوگرها را به راه ماندند. هرچند نزدیکان برخی از این شخصان میگویند که پیوندان آنها نه فالبین و جادوگر بلکه تنها دعاخوان هستند. اما تعیین جزا آیا میتواند مردم را از رفتن به نزد فالبین ها باز دارد؟ ما همین سوال را از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم. برای چی مردم در وقت مشکلاتشون پیش فالبین و جادوگر میروند؟ مردمی که ایمان ضعیف داره یا میروند که یه چیز خداوند حرام کرده که اگر که کسی نزد فالبین میروه مثال یکم بار برای رفتن 40 روز عبادتی وای بیکار کرده میشه. میرفته که رفتن میگیرد
میرفته که رفتن میگیرن. ای خدا ترسیدن در کدوم. چقدر دین مذهبی اونا دور به همین که اعتقاد بسیارتر دارن نسبت به دخترای حاجیره. آخه دختر برای چیه اینا؟ دختری وای کنیم با توجیکی کنیم پیش مولا رویم پیش ویا رویم یگان دعاخوانی کنیم یگان وای کنیم که سببش در این میشود. ویا دستی پی دارم گوده کمی خیلی میکنه ساعت میشه. پیش بودم خیلی. اما پیش دو پوستکی خوک جنگ مینداختن. یا خیلی دروغ میگه. پول میگیره او کار بود نمیشه. یا خیلیش دروغ میگه یا خیلیش راست میگه است. یا خیلیش غیا کو ایسات یا تاش همین ممکن. وای زنکان را مردکان میره. مرده که اونو حقیقتی میشیم مسئله میکنیم. 5 سال میپرده 5 سال 10 مشکلیمون حل میکنیم. بسیارش به فکرم یگان مردکا رو دوست می‌دارم میروم میکنن یا که بسیارش همین کارهایی که بیرون از شریعت میکنن یا نه دایدون دنیا یگان فایده نداره. بسیارتر به می راه باشی خوب باشه همش خداوند کارا درست میکنه به فکر من. دخترایی که زنکایی که هم خیلی جا میرن یک بارمو فالبین نبینن که همون خانه و در خودش در قصر طلاییه. اگر او فالبین و جادوگری فایدهش میکرد آخه پرابلمای خودش اول حل میکرد محتاج منتظر پول شما نمیشید. لучше پیش همین پسیخولوگا و پسیخیاترها پیش هم نروند. لучше این فکری خوبتره هم پیشرفتی خودمون میشود. میتونن یگان سویتی ساز بگیرن در زندگیشون. پیش فالبینا رفتن یگان فایده نیست به فکرم. وقتی که پسیخولوگ قطعی گپ میزنه زن یک حسیاتی самоуверенності همی بلند می شود زن وقتی که در جدا وقتی که تو خودت در قدر قیمتی خودت بالا می شود این خیال میکنم که بهترین چیزه. چی باید کرد با فکرشون؟ این که راه ندارد. این همه خیلی بود میموند میرود. یگان راه چی ندارد. ترما کنن حبس کنن شراب کنن سهم آدم‌ها همون کار کرده میکنن. بینندگان عزیز شما هم می توانید نظر خود را در این باره زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. سازمان ملل بار اول در نوار غزه قحطی اعلام کرد. به گزارش سازمان ملل حدود 9 میلیون ساکن غزه به قحطی گرفتار شدند و تا پایان سپتامبر 2 بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحطی خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام‌های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به انکار فاجعه به وجود آوردهشان متهم کردند. با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می‌دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگان‌ها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرحی خود برای اشغال شهر غزه را پیش می‌برد. خانواده‌ها می‌گویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می‌شوند که از آنها تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان‌ها نیز از دولت اسرائیل خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چه زودتر با گروه حماس توافق کند. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز ادامه دارد تاکنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلام کرده بود که طرحی پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش‌بس پذیرفته است. این طرح آتش‌بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 آگوست را فرا می‌گیرد. 25 آگوست سال 2010 در یک دعوتش پرزیدنت امامعلی رحمان از میل دانش آموزان تاجیک به افکار و رویه‌های به گفته او خطرناک دینی اظهار نگرانی کرد و
خواستار بازگشت آنها از خارجه شد. بنابر برنامه ویژه بازگردان دانشجویان از مؤسسه‌های اسلامی کشورهای آسیا و خاورمیانه که چند سال ادامه کرد، تقریباً 6000 نفر به تاجیکستان برگشت. اکثر آنها بعداً با بیکاری و بی‌مکتبی روبرو شدند. 25 августи соли 2015 ду аруси як хонадон дар Қубодиён барои куштори ваҳшиёнаву бемисли хушдомани худ ба 22 ва 21 соли зиндон маҳкум шуданд. қатлу сӯхтори ҷасад ва ним сол пинҳон доштани ин ҳодиса ҳамчун ваҳшонияти беназир арзёбӣ шуд. арӯзҳои маҳкумшуда хушдомани худро дар азиятҳои равониву хушунати хонаводагӣ айбдор карданд. 25 августи соли 2018 ҳукумати Тоҷикистон қарор кард ки баландии санги мазор набояд аз 1 метр ва бараш аз 50 сантиметр бештар бошад. бархе ин дастурро барои пешгирӣ аз талоши худнамоии соҳибони маит дар гӯристонҳо муҳим донистанд. бархе дигар гуфтанд, ин талоши дигаре барои пешгирӣ аз густариши фаъолиятҳои динии мардум аст. гуфта мешуд, баҳс аз талоши бунёди мақбара барои як олими дин оғоз ёфтааст. ҳамчунин сарватманде дар қабристон дахмаи хонаводагӣ сохтааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-117 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 950 سومانی ارزش دارد. خرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 25 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.